با خاطر خوب و دسترس بودن به شما بود. من فکر میکنم که جای انتخاب کرده ما و شما هم پسند اومده است. تا شما آگاه هستین وابسته به فعالیت وزارت در سال 2021 هنوز چند هفته پیش معلومات مفصل و تحلیلی تهیه شده زیر عنوان نتیجه‌گیری از سال 2021 با استفاده از رسم و دیاگرام ها اینتروی متخصصان توسط شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد همگان گردانیده شده است. علاقه اطلاعاتی باشد 3 روز قبل از نشست در سامانه رسمی وزارت جای داده شده همزمان با تمام سراغ‌های الکترونی نشریه‌ها، رادیو و تلویزیون‌ها، آژانس‌های اطلاعاتی و نزدیک 200 نفر استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی ارسال گردیده بود. و امروز نسخه چاپی آن در دست شما است. از این رو پیشنهاد خواندن حسابات من کوشش میکنم که خداوی کنم و وقت رو با اختیار شما میگذارم تا اینکه با سوالات شما ما پاسخ گفته توانیم. وزارت مالی بین جمهوری تویستان فعالیت خود را در دعوه اصلاحاتی در اساس دستور خواهش‌ها و پیام اساس‌های صلح وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تویستان و مجلس عالی جمهوری تویستان، طبقه حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر دستور خواهش‌های واقعیت مملکت برام مانده است. به هر حال من می‌خواهم اینجا تنها چند نکته مهم و دستاورد نظر است که در سال سپری شده در سمت سوهای ما ایجاد شده می‌خواهم خاطررسان نمایم کوتاه فقط. در سال سپری گذشته 4 استراتژی و برنامه‌های دولتی سوهای معاویق با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شدند که اجرای طلبات آنها در رشد و نمو سوهای معاویق و علم کشور سهم عدالت خواهد گذاشت. همچنین طبق دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوی با تجدید نظر نمودن برنامه و استانداردهای دولتی هم از زینه‌های تحصیلات کسبی، لایحه استانداردهای دولتی تحصیل عالی کسبی جمهوری تاجیکستان تهیه و به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تصدیق پیشنهاد گردیده است. بار نخست با لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 تغییر الهه‌ها وارد گردید و این از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب پارلمان هم دستگیری یافت و در مجموع همه مبلغ‌های سوهای معاویق حمایت شونده محسوب می‌یابند. و فکر می‌کنیم که اصلاحات قبول شده برای بهبودی وضع مالیوی سوهای معاویق مساعدت خواهد کرد. این چنین بار نخست جمهوری تاجیکستان در سطح جهانی بین‌المللی در لایحه نوی مبلغ‌گذاری تشکیلات شریکی گلوبالی معاویق GPO در میان 76 دولت به حیث گیرنده گرانت‌های پیلوتی انتخاب گردید و نقشه استراتژی ما برای عملی شوی هدف‌های رشد و استوار سازمان ملل متحد از نقشه‌های استراتژی موفق اعتراف گردیده است. با قبول شدن استراتژی ملی رشد معاویق جمهوری تاجیکستان برای دوران تا سال 2030 امکانات زیاد جلب مبلغ‌های گرانتی برای سوهای معاویق فراهم آورده شد و عین زمان 19 تشکیلات بین‌المللی برای دستگیری و مبلغ‌گذاری نمودن استراتژی مذکور خواهش و تکلیف خود را پیشنهاد نمودند. یعنی آنها آماده هستند که در تطبیق این استراتژی نوی ما سهم خود را گذاشته باشند. ما نمایندگان اهل علم و معاویق افتخار از آن میکنیم که افتتاح نخستین انشاءات در سال تجدید جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت برگزار شد این انشاءات سوهای معاویق بود. اگر شما یاد داشته باشید 22 ینوری سال 2021 در شهرک دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان بناهای تعلیمی فاکولته اقتصادی این دانشگاه گشوده شد. این نخستین انشاءات جشنی سالی 21 بود، در سالی جشن بود و ما از آن افتخار میکنیم که ما در همین افتتاح همین انشاءات پیشوای معظم ملت ما اشتراک نمودند. دستاورد دیگر و باعث افتخار هر یک فرد کشور این اشتراک خوانندگان تاجیک در المپیاد می باشد که در سال 2021 در دور جمهوری المپیادهای فنی 1842 خواننده صاحب جای افتخاری گردیدند. این چنین خوانندگان کشور در سال 2021 در 36 المپیاد بین‌المللی اشتراک نموده سازمان 648 جای افتخاری از جمله 79 مدال طلا، 190 مدال نقره و 379 مدال برنجی گردیدند و مخصوص من میخوام تاکید کنم که از همین
36 Olimpiada Baynalmilali 4 تا اون سطح خیلی بلند بود و از اون المپیاد ورزشی یک المپیادهای دیگر صحابی کمی نداشتند. این در شهر لیسابونی پرتغالیا، در سینگاپور، در ژاپن و در سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار شد که شمار اشتراکیان کشورها از 100 دولت هم زیاد میباشند. و آخرا طبعا شما هستین آخر سال گذشته ما دعوی نهایی فروش دانه کتاب رو انجام دادیم در سال 21 و با پیشنهاد ما کلی اشتراکیان ما هم پیشنهاد کردیم هر نفری که خط کننده مکتب است و در دعوی نهایی دعوی چهارم اشتراک کردن و بسیار با اون که جای گرفتن نگرفتن چون جای گرفتگی با امتیاز دیگر دارن ما پیشنهاد نمودیم که آنها با رشته های فیلولوژی روس فیلولوژی توجیک به آزمون به امتحان دانشجویی قبول کرده شوند و این چیز از جانب حکومت جمهوری اسلامی قبول گردید و هر یک ختم کننده میتواند هزینه تحصیلاتی که تحصیل کرده ایستاده است و هزینه بالایی بعد از ختم به امتحان دانشجویی شامل شوند. وزارت معاش بین جمهوری اسلامی در آینده نیز کوشش به خرج می‌دهد که در اساس دستور سپارش‌های پیشروی منظم ملت حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری اسلامی وظیفه‌های سایر خود را سر وقت و با صفت بلند اجرا نماید. خب حاضرین گرامی من می‌خواهم بعدا به شما بدهم و این لحظه خب من و معاونان من همکاران من در این طول نشستن آماده هستند که با سوال‌های شما پاسخ بدهند. یک جهان سپاس برای توجهتون. مرحمت ما آماده هستیم. من مهمه دعوت هستم نتیجه میخواستم فهمم که شماره خوانندگانی که از طرف والدین و تقدیم‌های تحصیلی نیمه آنها من کرده شدم چقدر از سلمان بشم؟ شماره خوانندگانی که تحصیل ایران نبودن بسید. حاضرین گرامی شما ما تا خوب میدونید که زینه تحصیلات میان از سه زینه عبارت است از صنف 1 تا 4 از 5 تا 9 و 10 11 و تا زینه دوم این حتمی است. طبق قانونگذاری جمهوری اسلامی حتمی هستند و در اساس قانونگذاری جمهوری اسلامی آنها حتما چه کرده می شود. بعد از ختم صنف 9 با زینه نهایی اکثریت قسم زیادی خوانندگان تحصیل ادامه میدهند و بعضی نفرانی هستند که آنها میخواهند که علاقه صاحب کسب شوند و مسائل تحصیل ابتدایی کسبی مسائل تحصیلات میانه کسبی یعنی کالج و لیسه‌های کسبی شامل میشوند تحصیل خود آنجا ادامه میدهند و فراگیری پورا چی میشود تامین کرده میشود. یگان حالتایی که باشد اگر در یگان شهر نوی اگر یگان حالتایی که چی باشد اگر ما نسبت این حالتها سر وقت ما چاره‌بینی میکنیم هم در سطح مقامات هم در دیگر حالتها هم چاره‌بینی میکنیم. شما هست اگر جوابی شما محمد اصلا خوانندگان از تحصیل دور ماندن نیستن این چیز نیست محمد شما سردار ریاست حفظ کودک جهانگیر بابنور سردار ریاست حفظ کودک خوانندگانی که از تحصیل دور ماندن یعنی که مانع تحصیل رو پدر مادر دیگر نماینده خانوشتن در سال 2096 نفر بودن که هم با تحصیل فرا گرفته شد. حالی خدای افتاد. سلام باشید. خب سلام علیکم. دکتر وادی یک سوال داشتیم. طولی چند سال میشه که در یکی از هوای نوحه وارزو و مردم و بیش از 200 نفر خواننده از نوادان نوسط همکشی میکشند و اینها تقریبا جمع 8 کیلومتر راه را یعنی پیاده و سوار طی کرده با مؤسسه تعلیمی دهه رشت نفستار میشوند. آیا همین وزارت یکم شوراها دیده و چی نقشه ها دارند؟ بخشش کدوم نوحه؟ نوحه وارزو دهه بهوده. سلام باشید. اصلا چنین حالت‌ها در جمهوری ما کم نیستند چون شما خود خوب آگاه هستید که بنابر زیادشوی اهالی افزایش اهالی محل‌های نو منطقه‌های نو دهه‌های نو زیاد پیدا شدند و وزارت معاش بین جمهوری اسلامی با مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر و ناحیه‌ها کاربری کرده استادند و موقعیت در همه محل‌های نوی که
با وجود آمده ایستادن مکتب اینا ساخته ایستادیم. تنها همین سال 21 سال 2021 ما در جمهوری از طریق همه سرچشمه‌های مبلغ‌زایی زده از سال 51 انشاء یعنی مکتب اینا انشاء‌های ایلوواگی ساخته به استفاده دادیم. و من پیش خواهش می‌کردم که ما البته ما با تمام شعبه‌های معارف شهر رو همکاری کرده ایستادیم و برنامه‌ریزی هم کرده ایستادیم. من از دستخوانان هم گفتم که ما استراتژی قبول کردیم و همچنین با شریکان رشد همکاری کرده ایستادیم و نقشه‌بندی کرده ایستادیم. در کل دهه‌های نو پیدا شده ایستادن، افزایش اهالی در دهه‌ها چگونه است، با نظر داشت زیادشوی اهالی آینده ما نسبتی خب این مسئله رو کاوری کرده ایستادیم. و شما آگاه هستیم که در پیام نوبتی خویش پرزیدنت کشورمون با وزارت معارف و این دستور دادن، سفارش دادن که در 5 سال آینده زیاده از 1000 مکتب‌های نو باید که ساخته مکتب و انشاءات ایلوواگی ساخته به استفاده داده شود. و من فکر می‌کنم که حتما نه تنها یک در ناحیه شما، در دیگر ناحیه‌ها هم همین خیلی محل من ناحیه بودکی است، دیگر ناحیه خیلی زیاد است، دهه‌های نو زیاد پیدا شده ایستادن. اما حتما کاوری کرده ایستادیم، نقشه‌بندی کرده ایستادیم. سوال من باید همون مجلس‌هایی که مجبور شدن بعدی تغییرات وارد کردن و قانون درباره و در دوره‌های حربی ترک دانشگاه کنند و رو به خدمت آورند. طبق معلومات در دانشگاهی که زیاده از 250 نفر مجلس‌ها تحصیل می‌کردند، امروز همگی 50 نفر ماندند. خواستم فهمیم که وزارت نسبت به یگان چاره‌جویی کرده ایستاده است. سلام بخیر. اصلا خدمت کردن با وطن مودا این طرز شهروندی هر یک شهروند خیلی باشه من سوال کنم. من سوال شما گوش کردم فهمیدم. خدمت کردن طرز هر شهروند هستیم. نه وابسته اون ماجستر است، دانشجو است، چیزی نیست. باید خدمت کنیم وطن ما هستیم. ما شما خدمت نکنیم، ما شما حفظ نکنیم، شخص دیگر از بیرون آمده وطن ما شما حمایت نمیکنه. من نمیتونم بفهمم. یکی در مسئله اون تغییر ایلوایی که شما گفتین، واقعا این تغییر ایلوا به قانون وارد کرده شده است. در مسئله موقع ما علاقه با وزارت مدافع همکاری کرده ایستادیم. وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم و جمهوری اسلامی آموخته ایستادن. ما نتیجه قبول سالی تحصیل 21-22 رو تحلیل کرده ایستادیم و باز پیشنهاد خودم منظور می‌نماییم. یکی در مسئله اون که شما اینجا یک گفته که جا نشده است، عین حال امکانیت در خارج کشور تحصیل نمودن شهروندان ما خیلی زیاد شده ایستاده است و قسم زیادی شهروندان ما که زینه بکالور خط کردن، آنها خواهش در خارج کشور ادامه دادن تحصیل در زینه ماجسترا دارن. برای همین ما وقتی تناسب مقایسه کردیم، شما ماجسترای ما در خارج کشور نسبتاً زیاد شدن که این هم سیاست دولت است. این تشبوسی من تحصیل در خارج کشور این دستورهای همیشگی سرور کشور است که ما باید ماکسیموم توانیم که شهروندان خود سوی معلومات سوی پس نماییم، چی در داخل چی در خارج کشور. در ادامه سوال همکار من واقعا من از یقین میتونم در 3 دانشگاه آموزگاری و دانشگاه جوانان علاقه شماره ماجسترانتور به سطح خیلی کم کننده هستن و حتی در بعضی گروه تنها مسترا مانده هستن در زمینه ماجسترانتور مخمدی و چند یک نقطهش یک متخصص ماجسترانتور استراتژی هم از این چیز با هم استراب زد که قانون نوی دعوت و ارتش برای ساحه علمی کشور عاقبت‌های فلاکت‌ها رو با پیش می‌برد. شاید شما هم خوانده باشه. بعدا وزارت چی راه حل می‌بینه؟ شما چی راه حل می‌بینید؟ مثلا چند سال است دیگر نفر نمونده که در رشته ماجسترانتور تحصیل کنند. خب یک سال دیگر داشتن که بسیاری همکسب ما همین سال اختلاف داشتن. واسه بعد ترک ساحه کردن آموزگاران. چند روز پیش یک معلومات نشر شد در اینترنت که تنها از ولایت ختنان 2000 نفر آموزگار ترک ساحه کردن و رفتن.
جناب وزیر دوستان گفته که در سال گذشته چند نفر آموزگاران تحقیقی سوال کردند و از اینها چند نفرش معلمان مکتب ایمانی بودند و چند نفرش از دانشگاه‌ها و وزارت برای نگاه داشتن معلمان در کارشون چه شورها اندیشیده شده است. تشکر. سلام باش. در مسئله ماجستراتورا و خدمت اصلا بگیریم این چیزی پدیده نو نیست. هنوز در زمان شوروی هم مردم رفته خدمت کرد و ما را تحصیل ادامه میدادند و بعدا بود حالتی که در وقت تحصیل از دانشگاه می بردن به خدمت رفته خدمت کرده می اومدن. این یکون حالت غیر طبیعی غیر فوق‌العاده نیست و من احتمالا خواهش میکنم که از این فوجی هم نسازیم، یکون چیز نیست و اون نقشه قبول در زمینه ماجستراتورا شما گفته اینجا نشه این چیز طبیعی است. هست حالتی که سالهای میشد از بوده زیاد است. من از اون تجربه خودم این سالهایی بود که این قانون وجود نداشت، لیکن خیلی ماجستر نداشتیم و من نمی اومدم، خواهش نداشتم، خواهشمندا هم نبودن. یک زمانی پیدا شد که باز زیاد شدن، آزمون‌ها خیلی زیاد شدن. مثلا وقتی که ما زینه نو دکتر پیشگی رو دکتر از لیسانس افتتاح کردیم، خیلی که داوطلب نداشتیم. امروز خوشبختانه همین چیز زیاد شده است. یعنی این یک روند است که یک سال بیماری زیاد بشود، یک سال بیماری کم میشه، یک سال خواهشمندا زیاد میشه، یک سال خواهشمندا کم میشوند. این گوناگون است. من میدونید از اون تجربه باز میگم که هست سال ختمی است که در همون سال 5 تا 15 نفر بهترین بچه‌هایی که دانشجوی ختم میکنن دانشمند هستند. ما نمیتونیم همه‌شو فرا گیریم. یک سال دیگه میشود در ختممون اون شخصانی که خواهش داریم که ما قبول کنیم قوی پیدا نمیشن. یعنی این یک پروسس است، یک جریانی است که همیشه تغییر یابنده، همیشه چی است. در مسئله ترک آموزگاران نمودن چیز خب من از تاکید کردن هستم که این یک چیز نو نیست، این هم مسئله هست. خیلی این سال همین کمتر نسبت این چیز صداها زیاد شد، لیکن از مکتب رفتن با مکه قبول کردن همین دینامیکا در ساحه ما هم مسئله هست. این پدیده نو نیست، این چیزی نو نیست. اصلا سبب عامل‌های از کار رفتن گوناگون هستند. فوت است، بیماری است، مهاجرت است، نفقه هست، عوض نمودن جای زیست است. یعنی عامل‌ها گوناگون هستند و ما هم مسئله در آخر سال طلبات شهر و ناحیه و ما از تمام شهر و ناحیه و منطقه درخواست میکنیم و در اساس درخواست آنها ما به همین شهر و ناحیه و متخصصان رو میفرستیم. و بعد یک چیز دیگه تاکید کردن هستم که هم مسئله رشته‌های آموزگاری مؤسسات تحصیلات میانه کسبی کالج و مؤسسات تحصیلات عالی کسبی رو از بود زیاد ختم میکنن. یعنی ما ذخیره خیلی زیادی پتانسیل خیلی زیادی کادر داریم که میتونیم آنها رو ما با کار فرا بگیریم نسبت به اونی که خب از کار رفتن. مثلا در سال 2021-22 احتیاجات به کادر آموزگاری در مؤسسات تحصیل میانه عمومی 2166 نفر تشکیل میدادند و به حالت امروزه نوسایی 1124 نفر رو تشکیل میدهد که ما از حساب اون نفرانی که شعبه غیبانه اون نفرانی که شعبه شهرداری رو ختم کردن از تقسیمات دولتی بیرون موندن ما آنها دعوت کردیم با جای کار تامین نمودیم. شما این خیلی است که در مو دینامیک است. میروم بر جاش میبینم مثلا هست نفرانی که تابستان با موجات مینتی رفتن حالا که گشتم اومدم اونها رو بر جای رفتگی رو قبول کردیم. همیشه در ما یک دینامیکی چی است؟ همیشه در حرکت هستیم. جناب استاد من وقتی خودبگ از سپوتنیک تاجیکستان در ادامه همین سوال شما بسیار به همین سوال یک جواب به فکر من شاگردتان رسید، لیکن بسیار زیاد برام که این پدیده نیست یک فوجه شد ترک مکتب کردن معلمان. من قشلاق ما 105 نفر بودیم در این مکتب. قشلاق کترو نوری دیوشتی 105 نفر بودیم، 18 معلم داشتیم. خود 300 نفر شدگیان 300 نفر شدگیان حاضر در 6 صنف ابتدایی است، 5 معلم، یک تشبه کسل 4
7 صنف دیگر 7 یا 8 معلم دیگه دارن و 10-12 فن تعلیم بین‌المللی هستیم. همین سال نمیدونم چند نفرشون ترک کردن. بچه‌ها معلم‌ها مثلا معلم تربیت جسمانی تاریخ درس می‌دهد و یگان فن دیگرن. این که مثلا معلم نمی‌رسد جناب استاد من فکر می‌کنم این به حد فوجیه رسیدگی و همین موضوع باید واقعا جدی گرفته شد. اهمیت سیاسی دیگه خودتون از من بهتر می‌دونید. سلام باشید. من یک فکت رو به شما میگم. کم در سالی سپری شده زیاده از 16,000 رویه آموزگاری ختم کردن. زیاده از 16,000 مکتب عالی و کالج رو ختم کردن که قسم زیاد آنها با خود تامین کردن نشدند. یعنی اون چیزی که من از گفتم نسبت چی هست کمبود در شهر نویا هستند. از هست حالتایی که معلم به دهه میآید واجه خوب تامین نمیکنن، دعوت نمیکنن، استقبال نمیکنن. یعنی حالتهای زیادی گوناگون هست. لیکن در مسئله اون که تامین کردن با آموزگاران ما جمهوری تاجیکستان از نگاه نیروی ذهنی، ذخیره ذهنی مشکلات ندارد. فقط در تشکیل در تامین نمودن است شاید که در اینجا مشکلی و پرابلم باشد. از این خاطر من فکر میکنم که در پیش معرکه ختمی مؤسسات تحصیلات کسبی هستند. اون کمبودی در این شهر نویا است ما حتما اون اصلاح میکنیم. حتما اصلاح میکنیم. واقعا وضعیت من این از کارآفرین کدام گفته بود که کاربردهای ما همین چیزی که روزه من فکر میکنم نه این خلاصه کن این چیز این با این تو این درجه چقدر در کار نیست و ما باز تاکید میکنم در پیش الا که ختم نزدیک شده است اون مکتب‌هایی که نوآوری کادری هستند ما حتما اصلاح میکنیم و بعدا شما هم تو خوب آگاه هستید که الا که طبق دستور حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث پیشوای جناب عالی خب الا که زیادشایی معاش باز قبول معین قبول کرده شد. فکر میکنم در سمت سوهای موافق ما این چیزایی که مشکلی‌هایی که امسال پیدا شدن ما در امسال همش حل میکنیم. با طرز مثبت حل فصل میکنیم. امکانیت هست، ذخیره هست و اینه تو میکنیم. سلام علیکم حکومت تاجیکستان. محترم وزیر من با موضوع اشتراک میکنم در مسئله دعوت آموزگاران جوان و سطح خدمت حربی چند حادثه بود همین سال. مثلا یک معلم زبان انگلیسی چیزی که من میدونم یک معلم زبان انگلیسی از دهه آموزگاری که اون چیه یک معلم جوان فیزیکا در پنجشیر و چند حادثه بود که مثلا معلمان جوان و خدمت حربی دعوت شدن یا که از هم بفرم نظر شما در این مسئله فهمم آیا در سطح حکومت یا در سطح وزارت مدافع شما این مسئله برداشته یا نه؟ سوال دوم من در رابطه با تعمیر مکتب‌های دیگر زبان و کتاب درسی داخلی هستی چند سال این مسئله هست و در مسئله هم تشبیه به واسطه شما در مسئله به امتحان داخل شدن غالبان آزمون فروغ سودان‌های و فاکولته‌های فیلولوژی افرادی که مثلا در سطح نو خود در تعلیم از این امتیاز برخوردار هستند یا نه؟ تشکر زیاد. خب نباشد از وقت شروع کنیم از وقتش ما شنیدیم و باز سعادت خوب است اما سوالتان شنیدم فهمیدم اشتراکچیان آزمون ما هم که این سال اول بود شاید سالانه باز ما اینو تاکید نمیدیم ما گفتیم اون نفردون اون اشتراکچیانی که خط کننده مکتب هستن با زینه بالایی کالج و ابتدایی کسبی هستن باز با یک زینه بالایی اگر که دانشگاه باشه با زینه ماگستراتورا ماگستر باشه با زینه اسپیرانتور دکتر پی اچ دی یعنی یک زینه بالا تنها با خط کنندگانی همین سالا رو کردیم و همین چیز خوب قبول شود ما آینده کوشش میکنیم که اینو با همه دیگر اشتراکچیان بکنیم پیشنهاد نماییم. در مسئله کتاب درسی طبق دستور سپارشی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان شده است ما استاندارد و برنامه تعلیمی رو همش تجدید نظر کردیم. کتاب درسی چاپ شده ایستادن
و بطور مکتب پیشکش کرده است. من فکر در مسئله کتاب و درسی مشکلیمون نیست و آغاز ما در سمت اقلیت‌های ملی هم کار کرده ایستادیم. برای مکتب‌هایی که با زبان قرقیزی، ازبکی، با زبان روسی فعالیت میکنن، با زبان ترکمنی هم فعالیت میکنن، ما برای اینا هم کتاب‌های درسی تالیف کرده ایستادیم، پیشکش نموده ایستادیم. معلومات زیاده بخشش. در نظارت مورد بین جمهوری تاجیکستان و اختلاف‌های ملی، یعنی از زبان تاجیکی و زبان اختلاف‌های ملی گروه‌های کاری تأسیس داده شدند، یعنی ترجمه کتاب‌ها شروع شده است. خب با مثال‌های مشخص من میتونم بگویم که مثلا در دوره حساباتی 92 کتاب درسی به زبان روسی ترجمه شده از جناب گروه کاری وزارت مالی بین جمهوری تاجیکستان. خب با تصحیح و دیزاین و آرایش و خب چاپ و شروع شده است. از این باشد یک مقدار معین آنها علاقه چاپ شده و مؤسسه تحصیلات میانه دسترس شده است. در سمت ازبکی باشد 24 نامگوی کتاب‌های درسی این حال ترجمه و چاپ پیشنهاد شده. روزهای نزدیک یک قسمی اول آنها به مؤسسه دسترس گردانده میشد. در سمت کتاب‌های درسی به زبان قرقیزی باشد علاقه ما 10 نامگوی آن را ترجمه کردیم، چاپ کردیم و مؤسسه دسترس گردانیدیم و باز 20 نامگوی دیگر در ترجمه و چاپ هستند. اینچنین برای گروه‌های به زبان ترکمنی تحصیل کننده نیست، یعنی گروهی کاری تأسیس داده شد و با ترجمه آنها شروع کردیم. باید قید کرد که زبان دولتی برای همه همین اقلیت‌های ملی، یعنی به زبان خودشون از 3 تا 11 چاپ شده برای همه مؤسسه‌های تحصیل ملی دسترس گردانیده شده است. یعنی در این سمت کار ادامه دارد. سلام باشید. حضور گیرم یک نکته با کار کردنی هستم که با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان و با نزدیکی ما از فدراسیون روسیه حدوداً از صنف 1 تا صنف 11 برای مکتب‌های میانه تمام کتاب‌های درسی رو با مقدار زیاده از 40,000 یا 45,000 دسترس میکنیم برای مکتب‌هایی که تحصیلشون با زبان روسی هستند. این حال این کتاب‌ها در نشریات پرسوشیانی فدراسیون روسیه آماده کرده شدند طبق درخواست ما و شاید که زمان‌های نزدیک این کتاب‌ها به تاجیکستان ارسال کرده شود. در صورت اومدن این کتاب‌ها من فکر می‌کنم خیلی مقدار زیاد است کتاب‌های نسلی نو است، نوی پکلینی از این استاندارد و برنامه‌های نوی فدراسیون روسیه تالیف شده‌اند و اگر این کتاب اومدن ما شما حتما دعوت می‌کنیم باز در معرفی این کتاب‌ها، در پرزنتاسی این کتاب‌ها ما شما حتما باز دعوت خواهیم کرد. سلام باشید. سلام علیکم. بахлои абдулло ҳастам аз радиои тоҷикистон. муҳтарам вазир, ман савол доштам. соли аввал дар мавриди оне ки ҳамасола аз ҷониби ҳуҷҷаи вазорати маориф барои таъмиру таъмини муассисаҳои таълимӣ, яъне ки мушаххасан чӣ қадар маблағ ҷудо мешавад, яъне ин саволи ман ба он рабт дорад ки мо рӯзи ахир пурсиш гузарондем. бисёри волидайн аз он шикоят мекунанд ки масъалаи моҳона yoki masalayi mablag'i pul, laqav, tiriza deglar benihoyat ziyod shudaaст, maxsusan дар poytaxti кишвар. Масалан, муассисаи рақами 8 мактаби миллион аст, вале барои хонандагони ибтидоӣ 50 сомон, барои фолоӣ 20 сомон. гарчанде ки таҳсили мактаби миллиона ройгон аст тибқи конститутсия, вале ин аз куҷо аст? саволи дигар дар мавриди хонандагони ношунаво. имрӯз дар донишгоҳу донишгоҳҳои олии кишвар чӣ қадар хонандагони ношунаво таҳсил мекунанд ва барои онҳо оё ҳамун дар муассисаҳои маъмулӣ таҳсил мекунанд ва ёки барои онҳо алоҳида муассиса аст? Ташаккур зиёд. аз масъалаи маблағ чӣ кунем? агар маблағзории таъмир уман содержание таъмири мактабҳои миёна фоқат ба зиммаи мақомоти ҷои давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо мебошад. яъне таъмири мактабҳо фақат аз ҷониби бюҷети мақомоти маҳал баҳро монда мешавад ва оне ки дар ҷои ягон маблағ ҷамъ ғайриқонунӣ аст ёки ман намедонам шояд ки аз ягон ташаббус аз ҷониби ассотсиатсияи падару модарон аст ки бихоҳам ба мактаб кӯмак кунам, ба мактаби фарзандонашон аст
که از ساعت تو بگو در اونجا میشینن نفس میکشن زندگی میکنن شاید اگه کمک کردن میخواین نمیدونن لیکن فقط تامین پرداخت همه چیز از صوبی مبلغ‌های مقاماتی حکومت اجرایی شهر و نوحیه و چی است همینطور مظفر داده ولی یعنی همسال از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای سرای معارف مبلغ‌های معین جدا کرده می‌شود و یکی از سمت‌های افضلیت‌ها که بودجه جمهوری نیز سرای معارف است و همین است که قریب 20% بودجه جمهوری تاجیکستان برای این ساحه نگرانده شده است که برابر با 60% مجموع محصولات داخلی می‌باشد و باید قید نمایم که مبلغ‌گذاری ساحه معارف یعنی در شکل‌های گوناگون صورت می‌گیرد و همین است که مؤسسه تحصیلات علمی عمومی از طرف مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی مبلغ‌گذاری کرده می‌شوند و این مبلغ‌ها یعنی برای مؤسسه تحصیلات علمی عمومی برای 110 برای یک خواننده 1094 سومانی و برای نگهداریان 22920 سومانی متناسباً با مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی 1363 برای یک خواننده و 81705 سومانی برای نگهداری و برای مؤسسه تحصیلات ابتدایی 1305 سومانی و 29404 سومانی مبلغ جدا کرده می‌شود. یعنی این با قرار حکومت تصدیق شده است و جدا کردن این مبلغ‌ها و اختیار مقامات‌های حکومتی دولتی مشکل که محترم وزیر گفتن ما این در شکل حمایت شونده در قانون بودجه آمده است فکر می‌کنم که این ما رو نظارت می‌کنیم تا اینکه مبلغ‌ها در حقیقت بر ساحه معارف روانه کرده شوند. شما باشین که سفرزاد شلوغ شلوغ کردن نمی‌کنید. صدر ریاست ساختمانی وزارت معارف و علم جمهوری سفرزاد شده هستن صدر ریاست ساختمان از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در چیزی رو قید کردن ضرور است که همه اون مؤسسه تعلیمی که فعالیت میکنن و غیر از مؤسسه تعلیمی جمهوری مؤسسه تحصیلات علمی عمومی همه فقط در توازن مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر رو کار کنند از این سبب از با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از بودجه جمهوری مبلغ برای تامین مؤسسه تعلیمی نمیگردند اون مبلغ‌هایی که از جمهوری با وزارت معارف و علم جدا میگردند این مبلغ‌ها برسان روانه کردنشان و قرار است پروژه حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کردن برنامه‌های دولتی و نگهداری تعمیر و تامین آنها با ویژه کرسی و اشیاء کنش‌کار با عهده از بودجه محلی عمل می‌شود با عهده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بایداری می‌شود. سلام. نسبت مکتب بخشش نسبت مکتب رقم شما اینجا ذکر کردید صدر سرویست معارف شهر شهری نشستن خواهش میکنم بعد از جلسه رفتن میبینن میآموزین بعد خطی معلومات خواهش میکنم که جواب نویسید نوشته گرفتم در مسئله من معذرت میخوام سوالش بنگه در سوالو گرفتم در مسئله نوشنوانان در نوحیه بوده که یک مکتب اینترنتی مخصوص گردانده شده فعالیت میکنه ما در همین عرفه سالی نوی مسیحی سوی نوی میلادی از جانب عالی پرزیدنت کشور توفای سالنامه آماده کرده بودن با شخصا من و معاون سروزیر محترم ستاویان بوده سپردیم ملاقات هم داشتیم شاید کودکای زیبا و چی هستن شما دعوت میکنم رفته با اونو شناسیم در نزدیک از در نوحیه بوده کی است همه شرایط برای اونها مایه کرده است ممنون جناب وزیر درود خب وجود این کسبان چند سال است که در نشست‌های مطبوعاتی شما شرکت میکنم و دقت کردم که وقتی که روزنامه‌نگاران همکسبان ما از نگرانی از تشویش‌های ساحه معارف میگویند شما میگید که این فاجعه نیست مثلا مشرف گرفتن بچه‌ها به جای درس یکی با خدمت دعوت شدن ماجستراتون یکی تحت کسب کردن معلمان و با مهاجرت رفتن اونها و شما همیشه میگید که این سوال خستگی است و اینکه فاجعه نیست لطفا میگید که شخص که فاجعه شده بعد مثلا صورت اندیشیم و آیا با اندیشهش اون فاجعه چیست؟
اگر در مشروع که ماش کردن برای شما فوجیه باشه من نمیدونم این سال اگر چی باشد من در زمان شورویان تحصیل کردم در زمان خدمت هم کردیم در عسکری اونجا مکمل نشده است در پختچینه هم اشتراک کردیم در تمام معرکه‌های سیاسی اشتراک میکردیم آب بیفتیم من شکر میکنم که همین این هم یک مکتب است یک تجربه زندگی است من شکر میکنم که همین مکتب هم گذاشتم اگر در خدمت کردن در صف قوای مسلح حمایت کردن وطن اگر برای شما یگان چیز دیگر باشه من دیگر که من انجام میکنم من سوال شما شنیدم سلامت باشه من جواب دادم در مسئله ترک کردن معلم باز میگویم که این حالت هم مسئله هست بعضا زیاد میشود بعضا کم میشود هر سال گوناگون است این یک سال چی نیست باز من با شما اگر خواهیم باز رقمای وای میگم در یک سال چقدر فوت میکنه چقدر نفقه میرود وقتی که از 140,000 آموزگار است خواهید نخواهید خب ایواز نمودن جای استقامت است $593 نفر بیماری و فوت است 2228 نفر ایواز جای زیست است فرض کردیم که از یک ناحیه کوچیده است و ناحیه دیگر شک در اون ناحیه باز با کار شروع کرده باشد لیکن ما فقط رفتن نشد اینجا چی کرده ایستادیم 131 نفر نفقه رفته است وقتی که شماره زیاد می شود خواهید نخواهید انبار زیاد با چیزان تاثیر می رسوند من باز تاکید کرده ایستادم که ختم همه ساله مکتب‌های عالی ما از 16,000 زیاد است یعنی ما حتی نمیتونیم که هم آنها با فعالیت جلب کنیم و امروز من دیروز با واسطه تلویزیون رسانه تماشا کردم یک معلمه ما خطا نکنم در یکی از ولایت‌های نزد مسکو معلمه زبان انگلیسی است یعنی الان که امروز هستم آموزگاران ما که در دیگر کشورها کار فعالیت کرده ایستادند یعنی اون دستور سفارش شد که ما این سال از همین سال شروع البته ما گروه با زبان روسی داریم و سفارش شد که با زبان انگلیسی هم کشیم ما در آینده کوشش میکنیم که آموزگارانی که داننده زبان روسی خوب باشن آموزگارانی که داننده زبان انگلیسی باشن دیگر زبان‌ها تا اینکه توانیم که آموزگارانی که زبان گوناگون میدونن آماده نماییم و هدف یک مکتبمون نیست ما میتوانیم که بعد یک کشوران به حیث متخصص و حیث آموزگار و کار فرستیم یک خواهش میکنم دختران نوبت تین کم تا پرابلم گندگی چی دید بله مالش محرم بیمالون محرم محترم عزیز سوالم در مسئله مؤسسه تشکیلات میانه کسری بود که پیشوای ملت هم در مقامات‌هاشون تاکید کردن که اصولهای تعلیم در این مؤسسه‌ها خیلی نوع کهنه شده است یعنی که اسباب و چیزهایی که در از روی هست وای میکنن کهنه شده است و وزارت یا عموما وزارت‌های داخل‌ها در این مسئله چه کارها را انجام داد مسئله دوم در مسئله راهبردهای بین‌المللی در نشست‌های قبلی گفتم که در نظر است یعنی چند دانشگاه خارجی در کشور تأسیس داده شود در این مسئله چه کارها انجام داده شد تشکر سلام شد در مسئله زینه میانه کسبی یعنی اون چیزی که شما گفتید کالج واقعا هم امروز اون کالج هایی که فعالیت میکنن البته نه همه‌شون که یک قسمتشون از نگاه پایه مدی تکنیکی از نگاه پایه ذهنی با طلب‌ها جواب نیستن برای همین هم از جانب سرور کشور نسبت این مسئله خب اقدامات جدی شد و ما الان که فعالیت شروع کردیم نقص این دومی که پیش گرفتیم تمام برنامه از استانداردهای تعلیمی این زمینه تحصیلات تجدید نظر کرده شدن اولا دوم با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت از جانب شخصان مسئول حکومتی وکیلان مجلس نمایندگان و غیره به هر یک مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی یک نفر سرپرست موندن وابسته کردن یک نفر سرپرست که تا اینکه با بهتر شدن شرایط و رشد همان مؤسسه تعلیمی مساعدت نماید کمک نماید این خب اقدام دوم شد و بعدا طبق همین دستور سفارش هم
ما تمام اون اختصاصهایی که در مؤسسات تحصیلی و میانه کسبی فعال هستند الان یک مرتبه آپدیت کردیم اون اختصاصهایی که امروز با طلبات بازار و استحصالات مطابقت نمیکنند ما اونها میبندیم و بر جای اونها اختصاص رویه‌های نو میکشیم. شما خوب آگاه هستید که سالهای منبعد سالهای وجود صنعت در کشور اعلام کرده شده است و ما کوشش میکنیم که مؤسسات تحصیلات میانه کسبی ما به واسطه علاقمون با همین سمت یعنی با سمت رشد ساحه صنعت، کشاورزی و دیگر رویه‌های سمت‌های اقتصاد ملیمون متخصصان آماده کرده شوند. در این سمت علاقه کارو جانب کردشته استادم. تشکر. شاهناز کمیزاده هستم، خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال. می‌خواستم در مورد دانشجویان خارجی بخصوص دانشجویان افغانستان صحبت کنم. چند از دانشگاه‌ها در علاوه‌داری اعلام کردند که بعضی امتیازها را به دانشجویان افغانستان با در نظر داشت اوضاعی که امروز دارند این کشور همسایه پیشنهاد کردند و من می‌خواستم در مجموع بدانم که برای دانشجویان و همچنین دانش آموزان یعنی طلبه‌های مکتب‌های ساکنان افغانستان شهروندان افغانستان در تاجیکستان چه امتیازها داده شده است؟ سلام باشین. واقعا امروز جمهوری اسلامی افغانستان با کمک و دستگیری همسایگان خویش و من کل جامعه جهانی نیاز دارم و ما این خوب درک میکنیم و امروز سیاست دولت و حکومت ما هم با همین مقصد با همین هدف نگرانده شده است و این حال در شهر دوشنبه یک مکتب تحصیلات عمومی سامانیان فعالیت میکند که صرف برای شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان است. مکتب میانه با نام سامانیان. خب این مکتب از سال 2008 فعالیت کرده ایستاده است و در مکتب مذکور عین حال 380 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تحصیل کرده ایستادند. خب همچنین در 315 نفر شهروندان افغانستان در 25 مؤسسات تحصیل میانه کسبی و عالی کسبی تحصیل نموده ایستادند، یعنی هم در کالج‌ها و هم در مکتب‌های عالی و همچنین در زینه ماجستراتورا دکتر پی‌اچ‌دی اسپیرانتور هم تحصیل کرده ایستادند، به حیث عنوانجو هم تحصیل کرده ایستادند و از جانب رهبریت مؤسسه‌های تحصیلاتی همیشه نسبت آنها استقبال است. یعنی ما نسبت درخواست و خواهش آنها ما همیشه آنها دستگیری نموده ایستادیم. شخصا در قبول وزارت معارف و علم هم‌افروزه نه کمتر از 5-6 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با ما مراجعت میکنند، بخصوص در مسئله جای زیست، در مسئله پرداختی یک قسم آنها که گروه‌های شادناموی هستند، قسم بورسیه نیستند و گروه‌های شادناموی هستند، آنها مراجعت ما به همشون کمک کرده ایستادیم. هر نفر شخصا به من مراجعت کرده ایستادند، من کمک میکنم و یک قسم دیگر باشون هستند که خواهش کرده ایستادند که متخصص خیلی خوب که هستند میخواهم با جای کار تامین کرده شود. این هم در دایره امکانات ما با جای کار تامین نموده ایستادیم. همچنین قبل از شهر دوشنبه در شهر باختر، ناحیه گوشانیان، جلال‌الدین بلخی، جبار رسولوف، شهر فاروق، ناحیه رودکی، شهر وردک و شهر ایستان نیز شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان در مکتب ما تحصیل کرده ایستادند. و یک معلومات دیگر با توجه شما رساندن میخواهم که با پیشنهاد وزارت معارف و علم دستگیری سازمان یونیسف همین مکتب‌هایی که در آن شهروندان مکتب‌های میانه شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تحصیل میکنند همین مکتب به همین مکتب‌ها کمک رسانده ایستادند، یعنی برای تحصیل آنها شرایط‌های خوب مساعد کرده ایستادند. اینم یک کار بسیار چیست. آن مکتب‌هایی که تحصیل میکنند ما پیشنهاد کردیم با سازمان ملل متحد، ساختار سازمان ملل متحد یونیسف چی کردیم آنها علاقه کمک هم کرده ایستادند. تشکر. یک سوال دیگر خوب معلوم است که شهروندان افغانستان زبان انگلیسی رو خوب میدونن. آیا حقوق دارد مثلا یک آموزگار افغانستانی در مکتب تاجیک معلم به حیث معلم زبان انگلیسی کار کنند؟ خب عضوین گرامی اگر آنها حجت رسمی داشته باشند که ختم کرده این یا مؤسسه تحصیلی کسبی یا کشور هستند ما آنها حتما قبول میکنیم. و من همین دونه یک نفر مراجعت کرد، اگر خطا نکنم یک نفر مراجعت کرد و من در ناحیه رودکی خواهش کردم که حتما آنها با کار قبول کنم. تشکر.
شما خبرگزاری اتفاقیات من سوال داشتم یکی از وابسته به اینکه واکنش وزارت وابسته به انتقاد به صفت تحصیلات در پیام آخرشون میگفتند که واکنش وزارت چی است که گفتن که مثلا دیپلم میدید ولی مثلا کلاها فعالیت دیگر واکنش وزیر چی است؟ بعداً سوال دیگر است که درباره همون باز برمیگردیم سر ترک آموزگاران همشون وزیر شما سبب سبب‌های اصلی ترک آموزگاران رو در چی می‌بینید؟ چرا ترک می‌کنن؟ بعداً در سوالی هم کردم که مثلا سالی گذشته مثلا آمار ماجستر و دکترا در کشور چقدر بود؟ در مقایسه با سال 2020 آیا فرق داشت یا تشکر. از پیام شروع کنم. از واقعا در پیام نوبتی نسبت سطح و صفت تحصیلات اراده و جدی گرفته شد. من یک سال تاکید کردنی هستم که همیشه رشد جامعه همیشه نسبت به چیز بالا می رود. و روزی که ما خانه گشتیم پس این چیزی منفی می شود. و اون اراده که از جانب پرزیدنت کشور شد واقعی هستند، درست هستند. الان که ما نسبت این مسائل نقشه‌بندی کردیم، من در اول گفتم که ما الان که شروع کردیم از یک مرتبه شروع کرده ایستادیم از آن اختصاصهایی که در مسائل تحصیلات عالی کسب فعال هستند. کدام آنها امروز برای کشور ما لازم است، اونایی که با بازار مهنت لازم است، کدامش نیست. بعداً تجدید نظر نمودن تمام برنامه و استانداردهایی که با سطح بین‌المللی مطابق باشد. این دوم سند. و سوم در خود ساختار وزارت معارف و علم ما یک شعبه شدیم و با نظارت صفت شدیم و امید داریم که در سال‌های آینده در این سمت ما فعالیتمون دیگر میکنیم، تغییر میدهیم. در مسئله ترک آموزگار من در اول گفتم اینها گوناگون است، مهاجرت است، نفقه است، فوت است، بیماری است، عوض نمودن جای زیست است. خیلی طبیعی است که حالتهایی است که قانع کننده نیست. آموزگار قانع نمیکنند، ترک وظیفه یعنی حالتها گوناگون هستند. میشود همش گفتم حالتهای باز گوناگون است اینجا. ما امور دقیق نیست. ما همیشه با احتیاجات کار میکنیم. مثلا روز عین حال از تمام شهر و ناحیه‌ها درخواست میگیریم که در کدام مکتب چقدر معلم نمیرسد، چقدر آموزگار نمیرسد، در کدام از روی کدام اختصاص و طبق درخواستی شعبه‌های معارف شهر و ناحیه ولایت‌ها ما خط کنندگان رویه‌ها آموزگاری رو به هم شهر و ناحیه تقسیم میکنیم. همین خیلی عین حال ناقصه‌ای نداریم مطلق. چون که از صبح این خیلی است باز یک دقیقه شما باید نکنید. ما احتیاجات هست لیکن هست آموزگارانی که از یک صفحه از یک بست زیاد دست میگویم. یعنی ما کوشش کرده ایستادیم که خواننده مکتبچه به معلم نباشه، به آموزگار نباشه. این چیز تجربه هست، این یگان چیز نیست. در همه جنوب تحصیلات 1.25 1.5 بست کار و فعالیت نمودن آموزگار این طبق قانونگذاری قانونی کودکس مهنت این چیز جایز است این چیز. لیکن واقعا این چیز نه تنها ما یک کمیسیون بین اداروی هم تأسیس داده شده است از جانب وزارت‌های داخل‌دار این مسئله ها آموخته ایستاده‌اند و برابری به واسطه معاون سروزیر ستاریان یک کمیسیون بین اداروی آموخته ایستاده‌اند. نه تنها آموزگاران بلکه عموما تمام سمت‌های اجتماعی رو، تمام سمت‌های اجتماعی، فرهنگ است، طب است، معارف است، علم است، یعنی تمام سمت‌های اجتماعی رو از آموخته ایستاده‌اند، کمیسیون پرکار کرده ایستاده‌اند. سال 2021 شماره مکسلو جواب دیم حدوداً 50% اجرا شده است، نزدیک 50% در مجموع جمهوری. تو مقامات همین بونو چند مرتبه خیستن شیشتن مقامات назад. Учеба Галеева, скажите, пожалуйста, как в школах организовывается школьное питание для детей? Sağlamak için. Teşekkür ederim.
وزیر نوشاد همکاس ما با سوال شما جواب میگم بعد من باز اضافاً دا چی میکنیم پروگرام میکنیم و مرحمت государственный языке. Ташаккури зиёд барои савол. Чунки ки ҳамагон медонем, барномаи узуқавони ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид аз соли 1999 амал мекунад ва бояд ба иттилои шумо расонам ки ин барнома дар назди вазорати тандурустӣ амалӣ карда мешавад. Дар онҷо шуруи координатсионӣ аст ки вазорати маориф дар онҷо ҳамчун як аъзо иштирок мекунад. Новобаста аз ин мо чизе ки гуфтем ин барнома аз соли 99 аст ва 7 соли охир ин барнома аз тарафи Федератсияи Россия маблағгузорӣ мешавад ва яъне қариб 50% мактабҳои мо бо ин барнома фарогирии барнома дошанд ки ба 56 ноҳияҳои ҷумҳурӣ аст ва бояд қайд намоям ки ин барнома барои минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурии Тоҷикистон аст, яъне дар шаҳрҳо ин барнома фарогирӣ намебошад ва Федератсияи Россия барои мактабҳои мо танҳо орди аз ҷиҳати витамин ҳамин карда шуда равнани инчин аз тарафи витамин ҳамин карда шуда ва ягон намуди маҳсулоти дигарро ҳамчун маҳсулот медиҳад ва инчунин аз тарафи Ассотсиясияи падару модарон аз тарафи мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ ин барномаҳо дастгирӣ меёбанд ва хӯроки гарм ба кӯдакон дода мешаванд ва соли нахуст аст ки аз тарафи бюҷети ҷумҳурии Тоҷикистон 5 миллион сомонӣ ба мактабҳои пилотӣ ҷудо карда шуд. Инчун аз худи барнома имсол 15 мактаби дигар низ дар шакли пилотӣ яъне ба шакли маблағгузорӣ ба ин барнома фаро гирифта мешавад. Ташаккур. چند روز پیش ما در یکی از مهمانخانه‌های پایتختمون همین لایحه رو معرفی کردیم و امروز با کمک دستگیری سازمان ملل متحد از صنف 1 تا 4 خطا نکنم صنف 1 تا 4 با طور پیلوتی حدوداً 50% مکتب‌های میانه جمهوری تاجیکستان با همین برنامه آذوقه وارد کرده شدند و امروز آنها با خوراک گرم تامین کرده میشوند. محترم رئیس اطلاع نکردم و پذیرنامه صدر معلوم ما به شما دو سوال دارم. طوری که بدانید فدراسیون رئیس ساختمان 5 مکتب رو بسیار گرفته بود و ما باز شاهدی شدیم که در پهلوی شهر حضور در مکتب به استفاده دادند. لیکن تقدیر ساختمان 4 مکتبی که در انتخابات ساخته میشد چی شد؟ سوال دوم دعوتی آموزگاران زبان‌های روسی از فدراسیون روسیه که یک چند پیش برنامه در آمده بود الان در کدام سطح قرار دارد؟ آموزگاران هستند یا رفتند همین روند دوام دارد یا نه؟ تشکر. سلام باشید. این لایحه‌ای که 5 مکتب فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان ساخته میشد این پیوسته ایده و پیشنهاد معظم ملت بود که با دستگیری حکومت فدراسیون روسیه پیوسته با دستگیری پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین دستگیری شد و این ساختمان این مکتب‌ها خوشبختانه از سال 2021 شروع کردن و این 5 مکتب در شهر خوجام، شهر تسونزاده، شهر دوشنبه، شهر باختر و شهر کلو ساخته می‌شود. و نسبت فعالیت منبع این مکتب‌ها هم خودی در انجام سال 2021 سازشنامه با فعالیت این مکتب‌ها با امضا رسانیده شد و این مکتب‌های بین دولتی میشن، مؤسسات تعلیمی بین دولتی جمهوری تاجیکستان فدراسیون روسیه میشوند و تعلیم با زبان روسی است در اساس برنامه و استانداردهای فدراسیون روسیه با نظر داشت کمپوننت‌های ملی تاجیکستان تعلیم داده میشود و فکر میکنم مکتب‌ها خیلی مکتب‌ها خوب هستند. شخصا من در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با صدراوی معاون سربازی عثمانزاده ستاد تشکیل کرده شده است و اعضای ستاد وزارت معارف هستند. تمام ساختمانچی‌ها هستند. بانک ابو آسیایی است که پس این ساختمانی مکتب و مبلغ‌گذاری میکند و دیگر نمایندگان داخل هستند و شخصا من خودم هفته گذشته از ساختمان این مکتب و شهر کلو، نویت تسونزاده، شهر دوشنبه و باختر دیدن کردیم و
مکتب صورت ساختمان مکتب خیلی خوب هست و هفته آینده سفر ما به منطقه سعود است و از اینجا چی میکنیم و این یک لایحه نو است، یک لایحه نو اینواتسیونی است که در تاجیکستان یک سری مکتب‌های مشترک بین دولتی تأسیس داده میشوند و آموزگاران پرسنل با طریق آزمون بر اساس آزمون قبول کرده می شود. دیرکتور مکتب هم با طریق آزمون قبول کرده می شود. در اساس آن سازشنامه‌ای که به امضا رسیده است معاش آنها از جانب فدراسیون روسیه مبلغ‌گذاری می شود و در آزمون می توانند هم شهروندان جمهوری تاجیکستان و هم شهروندان فدراسیون روسیه شرکت نمایند. مثلا دعوت آموزگاران این لایحه هم ادامه دارد. الان طولی چند سال است که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند. عین حال 49 نفر آموزگاران در شهر و ناحیه‌های منطقه‌های گوناگون جمهوری کار و فعالیت کرده ایستادند و ما از فعالیت آنها آگاه هستیم. آنها هم خیلی قناعتمند هستند و ما هم از فعالیت آنها قناعتمند هستیم و در آینده این لایحه نیز ادامه می‌یابد در حوزه اون ساختمان مکتبایی که در آینده با فعالیت آغاز میکنند و لایحه آموزگاران هم ادامه می‌یابد و وابسته به خواهش جانب تاجیکستانی میتواند این شماره‌ها در آینده باز زیاد هم باشند. البته فرام هستم رادیوی تاجیکستان دارم واسه من یک سوال داشتم در رابطه با درک شدن مناسبات دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی تهران در سال 2015 بعد از اقتصادهای معلوم نسبت بیشتری دانشجویان کوچک از ایران مدرک داشتند و در دانشگاه‌های کشور تحصیلشان ادامه دادند. آیا وزارت میان وزارت معارف و علم کشور و نهاد علمی کشور در این راستای آن سازش و سازشنامه دارد داشته است که دانشجویان کوچک توانند دیگر باره با ایران می‌روند تحصیل کنند و سوال دیگر در سوال دیگری هم در رابطه با در ادامه سوال همکاران هست که وابسته با مشروط طبعا می‌دونیم بیشتر دانشجویان که مثلا با مشروط فارغ می‌کنند گفته می‌شود که برای ما یک هوسمندگردانی یا یک مبلغ جدا می‌شود و طبعا ما می‌دونیم در بعضی دانشگاه‌ها این هوسمندی‌ها دسترس شده است به دانشجو پیشنهاد شده است در بعضی دانشگاه‌ها چرا چنین نیست؟ سلام باشید. مشروط که گذشت مسئله موضوع مشروط که در مسئله مشروط که اون دانشجویان از درس بیرون جلب کرده می‌شدند اونها با جریان درس مخالف نمی‌بودند که در مسئله هوسمندی تمام مؤسسات تحصیل عالی کسبی اون مسائلی که از اون جلب شدند کار وظیفه داشتند من فکر نمی‌کنم که اون مؤسسه نسبت دانشجوی خود خونه‌نظری کرده باشد. اگر این حالت‌ها باشد ما حتما چاره‌اندیشی می‌کنیم چاره‌بینی می‌کنیم و نسبت دانشجویان خودمون احترام زیاد داریم و در همه حالت ما به آنها کمک نمودیم کمک میکنیم. در مسئله جمهوری اسلامی ایران و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ما هنوز از سال 2002 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به امضا رسانیده شده است و در دایره همین ما فعالیت خود را پیش برده شدیم. همچنین سال 2006 26 ایون سال 2006 بین وزارت معارف جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز یک یادداشت تفاهم با امضا رسانیده شده بود و تمام فعالیت ما در دایره همین تفاهم‌نامه‌ها بقا مانده می‌شود. بقا مانده شده است. عین حال کمیسیون بین حکومتی فعالیت می‌کند و وزارت معارف و علم عضو فعال همین کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است. خب ما در این سمت همکاری کرده ایستادیم. شما خوب آگاه هستید که چند وقت پیش سال گذشته سفر رسمی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان برگزار شد و ایشان به دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آوردند و در اونجا سخنرانی هم کردند و به حیث دکتر فخری هم قبول شدند و یک دستگاه نوی زمانوی تکنولوژی هم و فاکولته کیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان تقدیم شدند و فکر میکنم که در آینده همکاری ما بازم گسترش می‌یابد. عین حال ما در جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنم 6 نفر رسما تحصیل میکنن. جناب استاد شما از پشت دست شما نمی‌بینن از این کوتی مرحمت.
دو سایه هست یعنی باید ملت در دست این دو سایه است یعنی وقتی که کودک تحصیل خوب دارد میتواند که ملت را پیش ببرد و همچنین سرتیش و دو سایه است و کارمندانش متخصصینش باید با معاش خیلی خوب تامین باشند که حرفی کار نکنند و همین سوال ها با خاطر که من در همین شخص خبر شرکت میکنم همه وقت صدا میکنم و همین سوالای خبرنگاران بعد نشست خبری وزارت امور کشور و بلوچستان و این کارمندان معذرت یکان مورد بررسی قرار میگیرد یا نه و اگر که نه یک پیشنهاد داشتم که اگر خوب میشد در شخص خبر از این بعضی سوالایی که همه وقت صدا میدن اگر این حل شده شده اون مسئله در همون موضوع شده باشد از همون شروع میکنم خوبتر نبود چون که دیگر این صدا نمیدونن اگر که کوشش میشد از جانب حکومت جمهوری اسلامی معاش معلم و پزشک رو زیاد میکردن شاید که ما با این چیز روبرو نمیشدیم یکی میگن که پروژه این ساله کار شاید این سال 2021 فرق میکرد از سالهای قبلی چون نه فقط در ساحه معارف در همه ساحه یعنی مردم از کار رفته استن این چیز مشاهده میشود سالی که سرکت میکنه از سال ویژه است که یعنی مردم تاجیکستان میروند و راجع به اون مبلغی که با معلمان در مکتب‌ها میتن این مجبوری است اینجا نمیگیم که شاید اتحادیه پدر و مادر شاید اون پدر و مادری هستن که پول دارن همین اقدام میکنن و اون پدر و مادری که پول ندارن اونا رو به نظر نمیگیرن همین مشکل پیش میاد و وقتی که شما گفتن که با مقامات اجرایی همون محل وابسته است رابطه وزارت معالی با همون مقامات محلی و حکومت‌های نوعی از شهرها هست چه در اون ساختمانی که ساختمان پنل تعلیم میگیرن یک همکاری هست که برای مثلا وزارت معالی شخص مسئول را نظارت کنند و به ما سر نزنند و دیگر موضوع مشکلی که تو بودن که پدر و مادرها که ما در نمیستان هستیم اون هم نیو به محتوای کتاب‌هایی که نوشته شدن تمام سن سال مکتبچه را هستن و چون ما خودم اون کلمه را نمیفهمیم چگونه تهیه میشن که اونا رو تهیه میکنن اگر که ترجمه شده باشن در چه خطی ترجمه میشن چون شاید ما فرق کنیم برای مردمی که یک کلمه جمله‌های ساده رو باید استفاده کردی کودک هم بفهمد هم پدر و مادرش بفهمد و دیگر یک موضوع دیگر پیش آمده است فن تاریخ معاصر در مکاتب عالی درس داده میشده است. فن چی؟ تاریخ معاصر. اما تاریخ معاصر یعنی همین سیستم استقلالی که در بر میگیرد از نظر استادان تاریخ یعنی همین کودکان که امسال میخوانند در مکتب‌های عالی خودشان در همین دور و زمان زندگی میکنند از اون که همون درجهش تاریخ خلق توجیه بود که گذشته ملت را میآموختن همین چیز را یاد میگیرن اون خوبتر بود چرا که توسط تلویزیون همین چیز همه وقت تبلیغ میکنن در گازه همه چیز یعنی بچه‌ها خودشون چیز را بلد هستن اما تاریخ خلق توجیه که ما استادان قبلا درس میدادیم همون را برقرار میکردن اون با منطق ملت بودی همون بچه توجیه یعنی آینده ملت بودی از همون تاریخ قبلی خلق توجیه یعنی آگاهی پیدا میکنه که تاریخ خودشان میدانند بعدا استادان دانشگاه‌ها از سردی سیمخانه‌ها شکایت کردن و خیلی هوا سرد است زیاد مریض میشیم هم خود دانشجو و هم خود استادان همین یک راه هوا شده چرا که سرد است کدام دانشگاه است؟ کدام دانشگاه است؟ دانشگاه تجارت و مالیه گفتن اما طلاب‌های بزرگ دارن سلمان شناخت سوالاشون مثل پیشنهاد شد. همین مسئله که ایران سوال کردن هم دانشجوی کجی وقتی میخوانه در تلویزیون چی شدن اون قبول کردن نکردن پسشون خب نمیشه از کجا شروع کنم از گرمی شروع کنیم من وقتی که در دانشگاه ملی کار میکردم معلمان خونه نمیرفتن چون که البته شهرک نسبت به خانه‌هاشون گرمتر بود یعنی شرایط خوب است اصلا از گرمیدگی علاوه تمام شب و فضا گرفته شده است شاید اون منطقه شب باشه من نمیدونم یکی در مجموع تمام مؤسسات تحصیلی کسی نسبت این مسئله و ندارم مشکلی ندارم همه مکتب‌های عالی با گرمی با برق تامین است این سال خودتون شاهد هستین چی هستین
در مسئله تاریخ معاصر این نگاه شما است. باز ما وقتی که یک این اقدام رو پیش میگیریم حتما با پیشنهاد و تحلیل‌های متخصصان فعالیت میکنیم. یعنی ما از پیش خود اون اقدام رو پیش نمیگیریم. در مسئله آموزش تاریخ زمان معاصر شما درست میگین. ما شما شاهد هستیم که امروز جوانان هستن که الان که نمیدونن. بسیار چیزا نمیدونن. و دانستن گذشته یگان علت یگان عیبی ندارد. رسول غمزد میگوید که در داغستان من که هر کسی که با گذشته خود از تپانچه تیر میاندازد آینده با او از تو تیر خواهد پراند. هر کسی که یک روز گذشته‌اش را خوب داند هیچ علت نیست. در مسئله کتاب درسی در نزد وزارت شورای ملی فعالیت میکند. تمام متخصصان جلب کرده شدند. از نگاه چند زینه است علاقه تا زمانی که اون چی میشود نشر میشود چندین زینه ها رو میگذارد از متخصصان میگذارد. اونجا از جمله فیلولوگا هم هستند. من نمیدونم مگر خیلی شاید باشد که ما کوشش میکنیم که هر یک نشر کتابی نوی ما از پیشینش خوبتر و بهتر باشد با طلبات امروزه با طلبات زمان با طلبات سطح بین المللی جاوگو باشد. ما در این سمت چیکار استودیم فعالیت خبر استودیم. در مسئله مقام آموزگار این سخنی ما و شما نیست. این سخن همیشگی جناب ولی است. من در اول گفتم که نخستین انشاءاتی که در ساحه معاوی در سال جشن افتتاح شد در کشور ما انشاءات ساحه معاوی بود. این احترام گذاشتن به مقام آموزگار به ساحه معاوی است و در سخنرانی آخری جناب ولی هم در پیام و هم در جلسه حکومت هم یک سپارش دستور مخصوصی است که اوی بلبلان برداشتن مقام آموزگار و از روزی که ما با فعالیت شروع کردیم چیزی ما هم همین است. هدف ما هم همین است که مقام آموزگار در جامعه باید که بالانشین باشد. مقام آموزگار باید که در جو موقع خودش باشد و در این سن من فکر میکنم ما با کمک دستگیری شما با کمک دستگیری جامعه نیاز بیشتر داریم. در آن جایی که مثلا یک معلم یک آموزگار یک علت میکند وقتی که ما نسبت همون شخص سخن میکنیم هیچ گونه نمیگیم که واش شخص است. بیشتر نسبت ساحه‌اش میگیم که بسیار نادرست است. این علت میآورد کستگی میآورد با کسب آموزگاری و چون نسبت همون شخص نمیگیم. اون شخص نام و فامیل دارد سال تولد دارد جای استقامتش است. لیکن ما برگشته از جمله همکاسان ما هم همین چی میکنن اما اندیشه نمیکنیم کسته شدن آبروی آموزگار این به ضرر جامعه است. این اندیشه نمیکنیم. همون آموزگاری که همون نفری که نماینده ساحه معارف است در جای به یگان کمبودی و نقص به یگان حالت دیگر راه داده است همون گشته در تمام جا اعلان میکنیم. یا با اندیشه باز اندیشه نمیکنیم که این ضرر به ساحه معارف است. این ضرر به کسب است. کسبی که در همون 20 نفر فرزندان ما و شما باز تحصیل میکنن. یعنی از هممون وابسته است. من بسیار خواهش میکردم بسیار التماس میکردم که همه با هم با تمام جامعه باید دستگیری کنند. تمام جامعه باید برای بالا برداشتن آبرو نفوذ آموزگار کوشش کند. فقط یک وزارت حکومت نه با این یک نهاد نمیشود این چیز. در مسئله معاش گفتیم معاش وابسته به امکانات مولوی کشور همساله زیاد شده است. حالا که چند روز پیش خبر کرد جمهوری اسلامی با تفسیر رسید که سال 22 هم باز معاشی در تنها کارمندان ساحه معارف کلی کارمندان ساحه بودجوی زیاد کرده می شود. اینا شما خوب آگاه هستید. در مسئله قرقیزستان ما از شما من بسیار خواهش میکنم که از اشتراک شما هم استفاده نماییم چکنیم. وضعیت با قرقیزستان چگونه است من چیزی نمیگم. شما اطلاع خوب دارین و از جانب حکومت جمهوری قرقیزستان قبول کرده شد که حرکت شهروندان جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان منع کرده شود. از همین خاطر ما دعوت کردیم تمام شهروندان خودمان که شما به تاجیکستان بیایید ما شما به تحصیل فرا میگیریم و در جمهوری قرقیزستان زیاده از 2000 نفر تحصیل میکردند. در تمام شهر و ولایت‌های قرقیزستان تحصیل میکردند و قسمی هر نفری که به ما مراجعت کرد ما دستگیری کردیم. با دانشگاه‌های گوناگون با شهر و منطقه‌های گوناگون با اختصاص خودشون موافق با آنها رو ما دستگیری کردیم. حتی حالت‌هایی هست که تو با امروز حالت‌هایی هست که آنها حجت تصدیق کننده ندارند.
ягон мавуд надоранд ки мо онҳоро қабул кунем, лекин бо вуҷуди он дар асоси ҳамон як аризае ки ба мо муроҷиат кардааст мо онҳоро қабул кардем. яъне мавод таҳсилкунанда чи аст? справки академикӣ, маводое ки вай дар он таҳсил кардааст, фармони таҳсилаш, дохилшавиаш, дигар ҳолат аст. мо ҳатто намедонем ки ҳамин шаҳрванде ки ба мо муроҷиат кардааст оё воқеан ҳам дар ҷумҳурии Қирғизистон таҳсил мекунад ё ин ки намекунад, лекин бо вуҷуди он онҳо дастгирӣ кардем ва қисми зиёди онҳо аллакай ба муассисаҳои таҳсили олии касбии гуногун дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароғ гирифта шуданд. айни ҳол 464 нафар тибқи тартиби муқаррар шуда бидуни ягон ҳуҷҷати аслӣ ба курс ва ихтисоси мувофиқ интиқол дода шуданд. хеле донишгоҳи тиббӣ аст, донишгоҳи тибби хатлон аст, саломон бошед. хоб донишгоҳи миллӣ аст, донишгоҳи омӯзгорӣ аст, шаҳри хуҷанд, ҳама номар намекунам, вақти шумо зиёд намегирам, инҷо хеле зиёд шуданд. яки вақти охир як тенденсияи номатлуб пайдо шуда истодааст ки баъзе донишҷӯёни мо баргашта рафта истодаанд. мо аз онҳо хоҳиш кардем ки нараванд, чунки номуайянӣ аст. ба амнияту ба сиҳату саломатии онҳо хоб касе кафолат намедиҳад. мо ба шумо кӯмак мекунем. боз мегӯям ҳатто ҳуҷҷат надоранд мо қабул карда истодем. яъне то мо мактуб кардем ба вазорати маорифи ҷумҳурии Қирғизистон, сафҳати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қирғизистон ҳам ҳамкорӣ карда истодем, лекин мутаассифона мактабҳои олии Қирғизистон наметиҳанд ҳуҷҷат, чунки намехоҳанд ки аз донишҷӯи хориҷии худ маҳрум шавад. ино донор ҳастанд, ино шахсоне ҳастанд ки ҳуҷҷати он донишгоҳро чикор мекунанд, пурра мекунанд, намехоҳанд рафтанашонро. аз ҳам хеле мушкилиҳо зиёд эҷодмон карданд ва ҳамеша мо аз шумо ҳам эҳтиромона хоҳиш, фарзандои мо шумо ҳастанд, бародарони мо шумо ҳастанд, эҳтиромона хоҳиш мо кӯшиш кунем ки айни ҳол нараванд. мо ягон ғарази дигар надорем, ягон ҳадафи дигар надорем. то ба ҳамин рӯзҳо боз мегӯям зиёда аз 2000 таҳсил мекард, ягон монеагӣ набуд. чӣ мушкиле буд? барои чӣ мо пешвои Федератсияи Россия, Қазоқистону дигар кишварҳо намегӯем? имрӯз амнияти шаҳрвандони мо дар ҷумҳурии Қирғизистон таъмин карда намешавад. бо ҳар баҳона онҳоро чӣ мекунанд? пурсиш мекунанд, бо ҳар баҳона онҳоро ба дигар ҳолатҳо фишор меоранд, чӣ мекунанд? аллакай шумо огоҳ ҳастед, як донишҷӯ духтари мо аз донишгоҳи Осиё марказӣ ки дар шаҳри новини ҷумҳурии Қирғизистон таҳсил мекунад рафтааст ва дастгир кардам, гуфтанд дар ҳама ҷо паҳн шуд. ҳозир мо корбарӣ карда истодем. мо даҳо маротиба гуфтем, ҳатто вақте ки ман шахсан даъват кардам директори кулли донишгоҳи Осиё марказӣ дар Осиё марказиро даъват кардам, аз Бишкек омад. хоҳиш кардам ки шумо дар донишгоҳи Осиё марказӣ шаҳри Хору барои шаҳрвандони мо ҳама шароитро муҳайё кунед, рафтанашон муваққатан манъ кунед то ба иттилоъ омадани вазъият. ман аллакай аз васоити ахбори умма мефаҳмем ки як духтарбачаи мо дар ҷумҳурии Қирғизистон духтарбача аст, ҳабс кардем ва ба воситаи кишвари дуюм сеюм рафтагӣ аст. ҳамин қадар илтимос аз шумо хоҳиш, аз падару модарашон хоҳиш кунем, мо кӯмакшон мекунем, дастгирӣ мекунем. супориш аст, супориши ҳукуматам аст ки ҳар нафаре ба мо муроҷиат кунад, мо кӯмак кунем, ягон мушкилӣ надорем. ҳатто боз мегӯям ки мо ҳуҷҷат талаб накардем то ба ҳозир. шояд то ба як эътидол омадани вазъият баъдан мо ҳуҷҷатҳои таҳсилии онҳоро, таҳсилкунандаи онҳоро низ талаб мекунем, бе ин мумкин нест. лекин айни ҳол мо кӯмак карда истодам. аз шумо ҳам эҳтимолно хоҳиш ки даъват кунед. сухани шумо таъсир дорад, сухани шумо вазн дорад ки нараванд, ягон ҳолати нохуш нашавад. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш. شمسور روزی هستم از خانه فرش. استاد عزیز فکر می‌کنم همکاران ما روزی میشوند اگر ما با دیگر شورا برای بودن‌گذاشت مدل بزرگواران ایده‌های تسلیت می‌کنیم و مدت در قدم سنسوری باشد اگر برای فرزند حتما عزیز است و فرزند برای مدت عزیز است. سوال دو سوال دارم. تشکر. سوال اولم در مورد همین تغییراتی که در قانون حربی وارد شد و دانشجویانی که بعد ختم دانشگاه‌ها و خدمت حربی سفربر می‌شوند و بعد از همین تصویب قرار طبق معلوماتی که ما داریم چندین دانشجویان کورس‌های اول از دانشگاه‌ها یعنی که ترک دانشگاه کردند و سفارت و روسیه سفر کردند با وجود مهنتی. می‌خواستیم
امور دقیق از شما بفهمیم که در کدام دانشگاه‌ها بیشتر دانشجویان از کورس یک ترک دانشگاه کردن و سوال دیگر در مورد آنکه معلومات هست که در بدخشان علاقه اینترنت محدود است و شاید عموما نیست و دانشجویان خوانندگان از تحصیل فوق‌لیسانسی دور ماندن. میتونیم وابسته با همین مسئله روشنی اندازید. تشکر زیاد. تشکر برای مهربانی برای احترامتون. تشکر به همتون. تشکر زیاد. در مسئله قانون حربی ما این سال نتیجه گیری میکنیم. علاقه کاربری کرده ایستادیم. من اصلا نمیخوام پیشکی اون چگویم. ما همکاری کرده ایستادیم. آموخته ایستادیم. خوبشناسان آموخته ایستادن. یک مرتبه ما نتیجه گیری میکنیم. در مسئله دانشجویان کورس یکم ما مشکلی نداریم. خود همین سال 21 نقشه قبولی ما زیاده از 85% در مجموع اجرا شده است. خیلی اختصاصی هستند که واقعا نسبتا کم می‌بینیم. از همین حساب نشان دهنده ما کم و بیش ضعیف شد. کدام اختصاصات شما خوب می‌دونید. امروز هست اختصاصی هستند که نسبتا مردم کمتر توجه دارند. هست اختصاصی که در اونجا خیلی و خیلی زیاد است. از همین حساب میانه ما کمی چی شد. بعدا یا نکته دیگه رو تاکید کردم میخواهم که ما برای با تاسیب فرا گرفتن شهروند ما در خارج کشور کار خیلی زیاد انجام دادیم و یک خودی سال گذشته زیاده از 5098 نفر ختم کنندگان مکتب‌های ما با خارج کشور فرا گرفته شدند و همه این بر گروه‌های بودجوی تنها من ذکر کرده هستم گروه‌های بودجوی و چقدر دیگر گروه‌های شاهناموی است از ما معلومات دقیق نداریم. یکی در مجموع زیاده از 5000 نفر بر گروه‌های بودجوی کشورهای خارجی با تاسیب فرا گرفته شدند و در مجموع من همین خیلی یک مرتبه تحلیل کردم فراگیری با زینه بالایی یعنی مؤسسه تحصیل عالی کسبی خوب است همین چیز و نسبت اینترنت در شهر خواب این مشکلی هست. اون مؤسسه‌ای که با ما مواجهت که ما کمک کردیم علاقه دانشگاه آسیا مرکزی که اونا با دانشگاه نوین قرقیزستان و با دیگر دانشگاهشان چی داشتن با ما مواجهت کردن. ما در این سمت کمک کرده ایستادیم. مکتب پرزیدنتی در شهر خواب فعالیت میکنه ما علاقه با اینترنت تعمیر کردیم. یعنی اون مؤسسه‌های تعلیمی که با ما نسبت در مسئله اینترنت با ما مواجهت کردن ما با طور انفرادی و طور لکالی ما اونها کمک نموده ایستادیم و امید داریم که وقتی نزدیک مسئله حل و فصل خودمون این چیزی موقتی است. این چیزی در گذشته است. امید است که تیز نم باز میگذره چی میشه. یکی عین حال اون مؤسسه‌ای که با ما مواجهت کردن ما با اونها کمک نمودیم واقعا کمک نمودیم. شما بشین. اصلا پدیده بد است این. هیچ نه من نه شما نه پدر و مادر نه آموزگار یگان نفر نمیگذارد که یگان کودک بر تنباکو کشی مشغول باشد. اینا من فکر میکنم از جانب آموزگاران کلا نظارت میشوند. این چیزی من بعدا پدر و مادرم فکر میکنم که با همین چیزا نمیتیاد و همچنین از جانب وزارت کار داخلی ریاست کار با نابالغان همین چیز پیگیری کرده می شود. پدیده نامطلوب است، ناخوب است، کودکان را بالای بر میبرد. طبیعی است که مکتب این جای تربیه است. هر یک ساعت ما این گپ تاکید میکنم همیشه تاکید میکنن که از این گونه حادثه از این گونه پدیده ها از این گونه حرکات ها خودداری نمایند. از زمان ها ما حتما مکتب یک گشتم من نوشتم جمع کسب من نوشتم
پیشگیری میکنیم بار نشود ناممکن است این چیز ناممکن است خیلی نباشه همین که سوال کردم در پرته پیش دیگه هر سوال نتیجه Вопрос. Вот у нас в Душанбе действует республиканская спецшкола, да? Сколько в ней сейчас детей обучается, проходит обучение и какие условия? Спасибо. این با همین کودکانی که اونجا هستن دوستی هم